3 سال پیش پیجی خلق کردم و اسمش رو میستوتی گذاشتم. بهش عشق، توجه و احساس دادم تا پرورش پیدا کنه، درست مثل جوجه ها. با کمک و عشق شما آروم آروم بالا پر گرفت و اومد جلو، تا اینکه اسفند پارسال میستوتی از دسترس خارج شد. با اینکه تمام تلاشم صفر شده بود و عملا راهی برای بازگشت نداشتم، ادامه دادم و دوباره میستوتی رو خلق کردم، از اسفند 403 تا آذر 404 و باز هم با ورود پرمحبت شما من رشد کردم. و باید بگم برای بار دوم و به دلایل مختلف میستوتی باز هم از دسترس خارج شد. راستش من همیشه یه عقیده‌ای دارم که باید تا آخرین نفس برای چیزی که دوستش دارم بجنگم تا وقتی به پشت سر نگاه میکنم پشیمون نباشم. بنابراین من برای بار سوم اینجام. میستوتی باز هم اینجا به عشق و محبت شما نیاز داره. باشد که برای بار سوم با ورود شما برای حیوانات و پرندگان کمک کننده مفیدی باشم. با عشق، ویدا.